بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان گرامی، یک نصیحت زیبایی دارند امام سفیان ثوری که میفرمایند علیک بعمل الابطال الکسب من الحلال والانفاق علی العیال. امام جلیل امام سفیان ثوری که امام زهد و تقوا هستند میفرمایند که یک چند عمل هست که نشانه قهرمانی انسان است. اگر هر نفری که به این عملها چنگ زد، به این عملها عمل کرد، او قهرمان است. یکم عملی که امام فرمودن میگویند که باید کوشش کرد که کسب حلال به دست آورد. دوستان گرامی قدر، در زندگی یکی از عملهای مهم در من و شما در حیات مسلمان این به دست آوردن کسب حلال است. زیرا که کسب حلال، اگر انسانی که به کسب حلال رزق به دست می آورد، هم برکت در زندگیش هست و هم برکت او برای دیگرها هم خواهد رسید، برای فرزندان خود و برای اهل عائله خود. دوستان گرامی قدر، چه بسا آیاتها و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره به کسب حلال میکنند، زیرا که این یکی از امرهای دینی هست، یکی از امرهای هست که اسلام عزیز را مقرر کرده است. حالا ببینیم که چند آیتی که اشاره به این است. یکی از آیاتهایی که در سوره جمعه است که الله مهربان بعد از آیتی که من و شما را امر میکند مسلمان ها را برای ادای نماز جمعه، و بعد از این آیت دیگری دارد که میفرماید فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. در این آیت مبارک الله مهربان میفرماید بعد از آن که نماز جمعه را ادا کردید، پس در روی زمین پراکنده شوید و رزق حلال طلب کنید. و در هنگام رزق حلال طلب کردن الله مهربان را زیاد یاد بیاورید، ذکر الله مهربان را کنید و با امید آن که به جنت برسید و از دوزخ نجات یابید و رستگار گردید. دوستان گرامی قدر، حالا ما بینیم که در بین دو آیتی که الله مهربان برای جمعه برای ما امر میکند و در آیت آخر که برای رستگاری من و شماست، رزق حلال را بیان میکند. یعنی این مهم بودن رزق را نشان میدهد، کسب را نشان میدهد که ما در به دست آوردن کسب باید کوشش کنیم که این کسب حلال باشد. و این در حیات صحابگان گرامی و در حیات تابعین دیده می شود، در حیات تمام مسلمان هایی که در گذشته مسلمان های کامل، مسلمان های اهل علم بودن دیده می شود. حالا روایات داریم که حتی زنهای صحابه وقتی که شوهران خود را میخواستند با کار روان کنند، صبح پیش از آن که با آنها چیزی گویند، چیزی امر کنند که به خانه آورده شود، این جمله را میگفتند که اگر به خانه برگشته حتما با کسب حلال، با رزق حلال به خانه برگرد. این است دوستان عزیز که حیات آنها چگونه یک نور داشت، برکت داشت، به خاطر که در حیات خود کوشش میکردند که کسب حلال به دست بیاورند. دیگر دوستان گرامی، خیلی سوال ها زیاد است که از جانب دوستان سوال کرده می شود که ما در مهاجرت کاری هستیم و بعضا در جایهای کار میکنیم که در آنجا شراب فروخته می شود، یا ما پیش خدمت هستیم و برای نفرانی که مشتری هستند شراب برده نزدشان میگذاریم. یا بعضی دوستان پرسیدن که ما در جای هستیم که با ما سفارش می شود که بعضی طعام ها را به جایهای رسانیم. بعضا در این کارهای ما طعام هایی که گوشت خوک است، این چیزها می آید چیکار کنیم؟ دوستان گرامی قدر، ببینیم که حتی قرآن اشاره به کسب حلال می کند و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و این چنین قول علما. باید دوستان گرامی قدر از چنین کاری که یاردمی در گناه است ما بپرهیزیم. و ما آیت داریم که الله مهربان برای ما من میسازد که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در این کارهایی که زشت و گناهن شما دستگیری دیگران نباشید. یعنی خداوند من میسازد که ما یک کار گناهی را دیگران را دستگیری کنیم در کار گناه.
اگر دوستانی که در چنین حالت‌ها هستند، کارهایی که در آن شبهه هست، این کارها را به خاطر خدا ترک کنند و شریعت یک شریعت زیبایی هست که می‌فرماید من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. اگر نفری که به خاطر الله و خاطر رضای خداوند یک کاری که در او شبهه است، در او حرام است، خود را باز می‌دارد، از او پرهیز می‌کند، خداوند در جای او برای او یک رزق بهتری را عطا می‌فرماید. و این خاطر دوستان گرامی قدر، اگر هر جایی که در ما شبهه است، کاری هست که ما در گناه شریک می‌شویم چنین است، ما ترکش کنیم و انشاءالله امید داریم که خداوند برای ما یک کار بهتر و رزق بهتری را عطا بفرماید. و یکی از علما میگوید که رزق حلال، یک کسب حلال و رزق حلال یک حکمت دیگر دارد که اگر نفر رزق حلال طلب میکند و از کسب حلال مال به دست می آورد، حتما که این کسب حلال او را به طاعت وادار میکند. و اگر رفت و این کسب شبهه شد، کسب حرام شد، حتما که انسان را تنبل میکند و از طاعت و عبادت خداوند دور میسازد. و دیگر اشاره را که امام سفیان ثوری کردن، یعنی نفقه به اهل و عیال، که اینم یکی از ضروریات دینی هست که برای هر یک فرد مسلمان که برای پدر و مادر، برای همسر و فرزندان خود نفقه کند، از کسب حلال مال به دست بیاورد و بر آنها نفقه کند. اگر پدر و مادر رفت و فقیرند، رفت و نیاز دارند، برای فرزند حتمی است که برای آنها کسب حلال مال به دست بیاورد و به آنها نفقه کند. از الله مهربان خواهان آنم که الله مهربان برای من و شما کسب حلال را آسان بگرداند، نصیب کند که ما از کسب حلال مال به دست آورده باشیم، مال به دست بیاوریم و به اهل و عائله خود از کسب حلال نفقه کنیم. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.